قول راست، یه قول صداقت، یه قول مصلحت، قول. واقعا امروز برنامه‌ای که از آدرس ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت سرپل و همچنین کمیسیون مسئولیت خبرنگاران در ولایت سرپل برنامه امروز که گرفته شد برای تمام ادارات، مثلا نگه قبلا مکتوبی ما دعوتنامه روان کرده بودیم، امروز همه ما و شما اینجا گرد هم جمع شدیم. خیلی ما به خوشحال هستیم که از تمام ادارات یک نفر یعنی به شکل مسئول مطبوعات تعیین شدند. اینجا انشاءالله العزیز تمام کارکردهایی که دارن، گزارش‌هایی که دارن از تمام ادارات مثلا نگه به ما مثلا شریک می سازن و همچنین به رسانه‌های آزاد اینها شریک می سازن. از این طریق رسانه‌ها کدام مثلا نگه آینده به اصطلاح شکایت پیدا نمی کنن که ما گزارش جمع کرده نمیتونیم، به اطلاعات دسترسی کرده نمیتونیم. بهترین ابتکار ما است که از طریق ریاست اطلاعات فرهنگ و کمیسیون مسئولیت خبرنگاران مجلس را دایر کردیم. تمام مسئولین مطبوعات ادارات به ما تعهد سپردن که تمام کارکردشان را، گزارششان را وقت به ما شریک می سازن انشاءالله. ریاست اطلاعات فرهنگ نظر به خواست کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان و خبرنگارانی که دولت سرپل فعالیت داره برای تمام ادارات حکومتی در این ولایت یک کارمندشان هم من حیث مسئول مطبوعات و هماهنگ کننده با خبرنگارا و رسانه ها تعیین کرد که اقدام میتونه زمینی دسترسی خوب اطلاعات برای خبرنگاران مهیا بسازه و خبرنگاران دیگه از ناحیه عدم دسترسی به اطلاعات با چالش و مشکل مواجه نشه و ما از این اقدام نیک استقبال میکنیم. این اقدام نیکی که برای انداخته شده مثلا هماهنگی خبرنگارا با مسئولین مطبوعاتی تمام ادارات دولتی در سطح ولایت سرپل، ایره ما با فال نیک میگیریم. این یک اقدام تازه ای است که از طرف خبرنگارا و ریاست اطلاعات فرهنگ برای انداخته شده. این بسیار کمک میکنه به خبرنگارا به خاطر تحصیلات کارشان و همچنان به خاطر اطلاع رسانی دقیق و همچنان به خاطر حق دسترسی به اطلاعات. بسیار با آسانی ما میتونیم که اطلاعات از اونمون مسئولینی که برای ما معرفی شده به کمیته معرفی شده ایره جمع آوری بکنیم و از اونو من حیث مسئول درجه یک که خبر را ما بگیریم و از او استفاده بکنیم. ما از این اقدام کمیته مسئولیت و ریاست اطلاعات فرهنگ بسیار تشکری میکنیم که تانستن یک نفر را تعیین بکنن تا ای که تمام معلومات با رسانه ها شریک ساخته شود و امروز بسیار جای خوشبختی است که تمام ادارات به رسانه ها تعهد دادن که تمام معلوماتشان را و گزارشاتشان را با رسانه ها شریک می سازن و از سایر ادارات که تمام موضوعات خبریشان را با ما شریک ساختن از اونها هم تشکری میکنم. آژانس خبری پژواک، انعکاس دهنده حقایق.